هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 26 ساله زاده نویای ورزا با گمان قلابی دستگیر کرده شد. نام برده با روی فریب به باوری مرد 30 ساله ساکن شهر باختر در آمده از او سه ماشین تمغه لکسوس 470 و تایوتا کامری را به مبلغ 410,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته وعده داده است که بعد 2 ماه پولش را برمیگرداند، اما تا حال وعدهش را اجرا نکرده است. نسبت به گمانبر شونده با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی با عریضه مرد 41 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که 14 ایول سال 2022 شخص نامعلوم با روی پنهانی از داخل افت-ماشینش تمغه مرسدس بنز که در کوچه شیروزی به نظارت می ایستاد $2,000 امریکایی و 5,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 26,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. ضمن گذرانیدن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.